بریم سراغ قابلیت‌های داخل کابین و سیستم ایمنیه. نورای امبینت لایت تو درای جلو و داشبورد به خوبی دیده میشه. 7 حالت نوری مختلف داره. در وقت رانندگی تو حالت رانندگی اکونومی باشید یا اسپورت نورش تغییر میکنه. یه حالت رقص نور هم داره که با ریتم موسیقیتون نورش کم و زیاد میشه. باحاله. صندلی فرمون و درها از جنس چرم و پلاستیکی که در کنار همدیگه حسی بسیار با کیفیت میده. وقتی به داشبورد جذاب X55 پرو در کنار صندلی هاش نگاه میکنید، چرم مشکی و قرمز با دوخت بسیار تمیزی که داره حسی خشن، ورزشی و در عین حال بروز بهتون میده. البته این حس نه فقط در کابین بلکه در طراحی بیرونی و به صورت سراسری به شما بیننده القا میشه. سرعت، دور موتور، صفحه کیلومتر و یه سری اطلاعات مورد نیازتون تو X55 داخل این نمایشگر نشون داده میشه. سمت راست راننده یه نمایشگر 10.25 اینچی میبینید که میتونید گوشیتون رو بهش وصل بکنید و تصویر گوشیتون رو بهش منتقل کنید. نکته جالبش اینه که در بخش تنظیمات زبان فارسی رو هم پشتیبانی میکنه.